چی واسه من داری؟ شروع نکن آماده نیستی. دکتر تعیین میکنه چه سوالی مطرح بشه. قبول کردم که میخواد قبول کردی. آقا شروع نکن آماده نیستی. امت فلک زده تر از من، بسیجی بدبخت سلام، با عرض تسلیت استراتژیکی به خاطر وضعیت مقام عظما همین الان داشتیم همدلی و همراهی میکردیم. در خدمت ابر استراتژیست برجسته نظام هستیم که مثل دیوار میمونه. سب کن دیوار مستحکمه که هم مرد بهش تکیه میده هم نامرد. شرمندتم رفتی تا زیر ساتور رو سالم کشیدی بیرون. مرامش مثل مرام گاوه. سب کن ناکس. هیچ وقت نگفت من، همیشه گفت ما. آها شرمنده اخلاقتم. این دفعه دیگه رفتی به خود اسرائیل گفتی دالی و برگشتی. قبل از برنامه به گفتم ناکس این همه واسه من مرام معرفتی که پاره نکن، برو سر بحث اصلی. معلومه که یه کاسه زیر نیم کاست هست، برو حرفی رو بزن که به خاطرش منو برداشتن آوردن اینجا. بله دکتر بزن با درست فهمیدین. یه موضوعی ذهن من و امت همیشه در صحنه رو مشغول کرده. تماس‌ها و نامه‌ها و ایمیل‌های زیادی داشتیم که خلاصش این میشه که این آقا محمود احمدی نژاد اینقدر بدبخت شده که محمد رضا باهنر که خودش تو مجلس زیر دست لاریجانی زبونش دراز شده اینقدر با زبون میزنه تو سر آقا محمود. رئیس جمهور نظام ها زورش نمیرسه جواب این مربا رو بده. مهم که زور محمد رضا باهنر نیست، مهم اونیه که پشتشه که چقدر زور داره. اسمش نمیارم ولی عضماست. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که از شوته پرسیدن قوی تری حیوان کدومه؟ گفت مورچه. گفتن چطور مگه؟ گفت آخه یه بار یه مورچه رفته بود تو پریز برق، خواستم درش بیارم، همچین که اومدم درش بیارم یک لگد زد بهم 10 متر پرتم کرد. روشن شد یا همچین بذارم که 10 متر برای خودت پرت بشی این طرف اون طرف. کاملا روشنه. خودم هم خیلی تجربه کردم. من خودم هم که با خیلی از مقامات نظام اینجا تند صحبت میکنم به خاطر پشتگرمی استراتژیکی است که به شخص خودش آفرین. یعنی بخوام تو مثال استراتژیکی بگیم تو همون مورچه ای، من جنراتور 1 مگا که برق تو پریز میکنم برات. شما همون دیوار استراتژیکی هستی. نمیخواد دیگه بزن ترمز تا دوباره از دیوار نرسیدی به گاف. برو سر سوال بعدی. ناکس هی بهش میگم مورچه ترش میکنه، خودش به من راست میگه گاف، عین خیالش هم نیست. آیه دکتر، این آیت الله نوری همدانی وزیر دفاع شده. نه دیگه به اندازه کافی بدبختی داریم، تو نمیخوای ما رو بترسونی این وسط. ولی الان گفته که تنگه رو میبندیم. مگه حالیش نیست که الان باید سرمون رو بدوزیم؟ فکر کنم تو یه چیزایی حالی نیست که انتظار داری ایشون یه چیزی حالیش باشه. خودش تو کشتی با اسرائیل، الان اسرائیل دست انداخته تو کنده ایشون کشیده بالا. همین روزاست که ببردش رو پل و دیگه از رو پل برش نگردونه. حالا این میخواد نظامم با خودش بده دم برق. ناکس. ولی شما چرا جدی گرفتی آی دکتر؟ اینقدر هم جای نگرانی نیست. همه میفهمن که این حرفاش جدی نیست. اتفاقا خیلی هم جای نگرانی هست. درسته که همه میفهمن که کشکی میگه، ولی ممکنه دیر بفهمن. اون وقت مقامات چه خاکی به سر مبارکشون بکنن. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که شوته ریشه بزی گذاشت، رفت جنگل، شیره خوردش، بعد از این که خورد شاکی شد، گفت عجب بز بدمزه‌ای بود، مزه خر میداد. نمیزنم این یک گفتم مرام داری. پس بگیر که من دیگه تو رو درواسی نندازی که نتونم روشنت بکنم. خیلی ممنون از لطفتون که منو چپ و راست روشن میکنین. کاش میتونستم این همه لطف و جبران کنم. اگر زورم میرسید با یک کف گرگی از خجالت تمام روشنایی این مدتتون در میام. نفهمیدم چی گفتی الان دوباره؟ عرض کردم مدت برنامه داره تموم میشه. نکته آخر سوال نیست، یه درخواسته. برای اینکه برنامه با خیر و خوشی تموم بشه یه پیام بدین به برادر پاسدار بدبختی که تو مأموریت سوریه با سلاح دستگیر شدن. آرکلا با آدم چیزفهم خوشم اومد. الکی نیست که اینقدر چیزفهم شدی، مجری برنامه من شدی به خاطر همین چیزاست. اما پیام ببینید برادرای بسیجی بدبخت،
من میدونم که شما 2 تا مأموریت برون مرزی راحت تو عراق رفتین، بعد دیگه شیرتون کردن، گفتم ماشاءالله شما جیمز باندین، حالا برین سوریه، شماها میتونین. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که خر و بار اضافی میکشه، آدم شوت و ماشاءالله گفتن بقیه. تشویقی که کردن حکم به دستگیری شما بود که همونجا صادر کردم براتون. البته شوت سنگین پشت 18 اونیه که به شما گفت ماشاءالله، نه خود شما. تازه کلاتونه بندازین هوا که فرستادنتون سوریه. به یه سری هم گفت ماشاءالله شما میتونید تنگره ببندی. هنوز تو کما هستن از اون موقع که حرف بهشون زده. آیه دکتر بزن بهادر، واقعا که من از دست شما خیلی شکارم. فقط خواجه حافظ شیرازی که نمیدونه اون ماشاءالله رو مقام عظما گفته بودن. شما استراتژیست نظامین ولی دارین مقام عظما رو سکه یه پولشون میکنین، اونم با این وضعیت پول و ارز و دعوای مقامات نظام و اینها. آوردی من که هیچی نگفتم. من که میخواستم دعوامون نشه. گفته پشت 18 دعوام نشه، من